سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه رفقای نازنینم. روز و شبتون پر انرژی. خیلی خوش آمد بهتون میگم به قسمت پنجم دوره رایگان جادوی درآمد دلاری. قسمت پنجمی که مهمترین و پر اتفاق ترین و ویژه ترین قسمت این مینی دوره رایگانیه که قرار تقدیم شما بشه. بسیار اتفاقای هیجان انگیزی تو این قسمت قرار بیفته. حالا این اتفاقای هیجان انگیز و خفن چیه؟ اولیش اینکه قرار نقشه دقیق رسیدن به درآمد $2000 تقدیمتون بشه تو این قسمت. یعنی قرار تک تک شما وارد مسیری بشید که هر ماه $2000 پول در بیارید، هر ماه مثبت 100 میلیون تومان پول در بیارید و شرایط زندگیتون رو توش تغییر بدید. و از اون جذابتر این که به تک تک شمایی که توی آخرین قسمت این مینی دوره رایگان وجود دارید $100 سرمایه اولیه برای شروع مسیرتون برای رسیدن به درآمد $2000 در ماه تقدیم میشه که بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون هیچ فشار ذهنی شما بتونید برسید به اون اهدافی که در این مسیر دارید. حالا یه اتفاق جذابی که برای من در این دوره رایگان وجود داشت و خیلی از پیاماتون تو این دوره رایگان لذت بردم و عشق کردم و هر روز حالم خوب شده، اینه که دیدم برای اولین بار تو صفحه اینستاگرامم که آدما دیگه اون آدمای سابق نیستن. دیگه زندگی سابقشون رو نمیخوان، میخوان تغییر کنن. و این تغییر از کجا کلید خورد؟ از اونجایی که دیگه ساعت 9 شب دنبال این نبودن که الکی برن وقتشون رو تلف کنن فوتبال ببینن، دنبال این نبودن که وقتشون رو تلف کنن سریال ببینن، دنبال این بودن که شرایط زندگیشون رو تغییر بدن. و کم کم روز به روز دارید میبینید که صحبتایی که ما کردیم راجع به انقلاب‌هایی که قرار رخ بده، راجع به اتفاقاتی که قرار رخ بده داره اتفاق میفته. یکم بیایید برگردیم عقب. ما راجع به انقلاب‌های مختلف صحبت کردیم. گفتیم انقلاب صنعتی رخ داد، اول انقلاب کشاورزی رخ داد، بعد انقلاب صنعتی رخ داد، بعد اومدیم انقلاب دیجیتال رخ داد و الان نوبت انقلاب کوین هاست. و کسایی که تو بازار ارز دیجیتال دانش داشته باشن میتونن جز میلیاردرهای آینده این کشور و کل جهان باشن. نکتهشو از کجا میخوام بهتون بگم؟ از کجا میخوام بگم که این اتفاق داره میفته؟ از اونجایی که انقلاب دیجیتال وقتی داشت رخ میداد، چی اومد کمکش کرد؟ کل جهان کمکش کرد که انقلاب دیجیتال رخ بده. چی کمکش کرد دقیق‌تر؟ کرونا. اتفاقاتی که داشت تو جهان رخ میداد، کرونا اومد، هیچ کدوم از آدما دیگه نمیتونستن از خونهشون برن بیرون. همه چی کار کردن؟ فضای مجازی دیجیتال. پول کجا رفت؟ فضای دیجیتال. انقلاب کجا رخ داد؟ فضای دیجیتال. حالا الان نوبت چیه؟ میبینید جنگ، اتفاقای سیاسی، اتفاقای منطقه‌ای، همه و همه. من راجع به ایران صحبت نمی‌کنم. کل جهان متشنجه الان. داره پول کجا میره؟ داره چه انقلابی رخ میده؟ انقلاب کوین ها. پول قراره کجا بره؟ فضای ارز دیجیتال. کیا قراره ثروتمند بشن؟ شمایی که این لحظه اینجایی و داری دانشتو تو این زمینه بالا میبری. این تیکه صحبتای منو سیو کنید، 5 سال دیگه بشینید گوش بدید. میبینید که ثروتمندا همونایی هستن که امروز که اینجاییم شروع میکنن، اقدام میکنن و پولسازای آینده میشن. و برای من این اتفاق بسیار بزرگیه. که 100,000 نفر رو با این موضوع آشنا کردم و میدونم آینده اینا قراره کجا باشه. ما قراره قطعی توی این فایل مسیر رسیدن به درآمد $2000 رو به شما بگیم. اما قبلش میخوام راجع به یک اتفاق ویژه و جذاب صحبت کنم. اون اتفاق ویژه و جذاب چیه؟ بذارید من موبایلمو بردارم. اون اتفاق ویژه و جذاب اپلیکیشن مانی میکر. یه لحظه. اون اتفاق ویژه و جذاب اپلیکیشن مانی میکره که الان رو گوشی موبایل من هست، رو گوشی کلی از بچه‌ها هم هستش که مانی میکر رو دارن و میخوام راجبش صحبت کنم.
چرا؟ چون شما از من خواسته بودید. مانی میکر اگه بخوام تو یه خط بهتون بگم، راجبش توضیح بدم، بزرگترین افتخار من تا این سنیه که دارم باهاتون صحبت میکنم و تمام دانشم تو زمینه ارز دیجیتال و تو زمینه پول در آوردن از اینجا تو این اپلیکیشن تزریق شده و نه تنها افتخار منه و نه تنها اتفاق ویژه‌ای برای من، اتفاق ویژه و افتخار ویژه‌ای برای تمام ایرانی‌ها، چون این اپلیکیشن یه اپلیکیشن بین‌المللیه، یه برنامه گوشی بین‌المللیه، به زبان انگلیسی هم ترجمه شده و ورژن انگلیسیش هم آدما میتونن دریافت کنن. من قبلا راجعش صحبت کردم، گفتم ورژن انگلیسیش داره خارج از ایران تو اپ استور و اپلیکیشن‌های متفاوت به فروش میرسه و $500 قیمتشه. یعنی ورژن خارجیش رو برید بخواید تهیه کنید $500 قیمتشه، به خاطر اینکه عددی نیست دیگه. یعنی برای کسی که داره تو آمریکا زندگی میکنه $500 شاید برای ما یه عدد زیادی باشه برای این اپلیکیشن، ولی اونجا اصلا عددی نیست و خیلی راحت تهیهش میکنن و ازش استفاده میکنن. و نکته‌ای که راجع به مانی میکر وجود داره افتخاره، به خاطر این راجع بهش صحبت میکنم که این اپلیکیشن بیش از 1 سال فقط خود ساختش از من زمان گرفته. نه تنها من کلی کارشناس تو دبی و تو آلمان روی این اپلیکیشن کار کردن و تمام یعنی خیلی از خبرگزاری‌های خارجی راجع به این اپلیکیشن و اتفاق ویژه‌ای که رقم زده صحبت کردن. شما میتونید برید سرچ کنید ببینید. حالا منم خودم بهتون اگر نیاز باشه نشون میدم که ببینید چقدر ابعاد بین‌المللی داشته این اپلیکیشن و چقدر تونسته زندگی آدم‌ها رو تغییر بده. حالا نکته اینه که ما قراره با این اپلیکیشن شما رو برسونیم به مثبت $2000 درآمد در ماه. یعنی این اپلیکیشن قراره وصل بشه به شما و قطعی برسونتتون به مثبت $2000 در ماه و قطعی شرایط زندگی شما رو تغییر بده. و من به نظرم تک تک آدما تو ایران باید از این اتفاق استفاده کنن و شرایط زندگیشون رو تغییر بدن و زندگی قبلیشون رو حذف کنن. نباید مردم ایران بد زندگی کنن، به خاطر اینکه ما از سرزمین پاکان اینجاییم. ما از تبار رستم و سهراب و سورنا این نقطه ایم. ما از یه امپراتوری کهن به این نقطه رسیدیم و ما مردمانی هستیم که باید شرط زندگی خوبی رو تجربه کنیم. موضوعی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم اینه که شما تک تکتون درآمد $2000 ماهانه داشته باشید. من یه ویدیو تو اینستاگرامم داشتم و بهتون گفتم که $2000 در ماه چطور میتونه شرط زندگیتون رو تغییر بده. شما به تک تک دغدغه‌هاتون تو ماه میرسید و حالا $2000 ابتدای مسیرتونه، یه نقطه‌ای برای شروع فعالیتتون تو بازار ارز دیجیتال. اصلا بریم اون ویدیو رو ببینیم، بدونید که چطور شرط زندگی شما رو $2000 میتونه تغییر بده. این خرج اشغال ماهانت، این خرج اجاره 1 ماه تو بهترین نقطه تهران، این کمک خرج برای پدر مادرت، این پول قسط 207 که تازه خریدیش، این خرج یه سفر شمال یا کیشت برای اینکه تو ماه حوصله‌ات سر نره و بقیه این پولا رو هم بذار برای سرمایه گذاری ماهانت برای ماهای بعدی. همه اینا با هم شد $2000. برای همینه که میگم درآمد دلاری داشتن تو ایران فرصت بزرگیه. تو با ماهی $2000 میتونی یه زندگی عالی رو تجربه کنی. حالا که تک تک شما متوجه شدید که درآمد $2000 چطور میتونه شرط زندگیتون رو تغییر بده، بیایید با هم بریم جلوتر ببینیم که چطور ما میتونیم به اون $2000 برسیم. نقشه راه دقیق چیه و اپلیکیشن مانی میکر چطور میتونه توی این مسیر به ما کمک بکنه. این لوگو مانی میکره و تک تک شما میتونید رو گوشی موبایلتون مانی میکر رو نصب کنید. چه گوشیتون اندرویده، چه گوشیتون آیفونه، چه اصلا لپتاپ دارید، میتونید توی مانی میکر نصب کنید مانی میکر رو و براتون میاد بالا. حالا مانی میکر اتفاقیه که حالا راجع به جزئیاتش جلوتر صحبت. مانی میکر اتفاقیه که اگه بخوام تو 2 خط توضیحش بدم میگم که مانی میکر آدما رو و گوشی تو دستشون رو تبدیل میکنه به یه دستگاه چاپ پول و به راحتی میتونن با گوشی موبایلشون دلار در بیارن.
حالا چرا میگم به راحتی؟ به خاطر اینکه 3 تا کلیک فاصله دارید برای رسیدن به درآمد دلاری و این معجزه‌ایه که من براتون طراحی کردم. این فضای کاربری اپلیکیشن مانی میکر الان رو گوشی موبایل من هست، بالا پایینش میکنم و اگه اینجوری فوکوس میشه ببینید ما همین اپلیکیشن رو جزئیاتش رو آوردیم روی تلویزیون که شما هم بتونید ببینید و یه ذره بزرگتر براتون نمایش داده بشه. حالا شما برای رسیدن به درآمد دلاری و درآمد $2000 3 تا کلیک دارید. 1. تو بخش اول شما میاید پروژه ها رو برمی‌دارید، پروژه هایی که راجع به درآمد دلاری، چه تو بحث ایردراپ، چه تو بحث معامله گری و چه تو بحث هولد وجود داره، پروژه ها رو برمی‌دارید. تو بخش دوم آموزش انجام اون پروژه ها رو دریافت میکنید و تو بخش سوم که پشتیبانیه هر سوالی راجع به این فضا داشتید میپرسید و سوالتون پاسخ داده میشه و قطعی و خیلی راحت میتونید پروژه ها رو تو طول روز انجام بدید. یعنی 3 تا کلیک یه اپلیکیشن فوق العاده که شما رو میتونه به اون درآمدی که میخواید برسونه. به خاطر همینه که معجزه است. حالا بریم جلوتر، من یه سری جزئیاتش رو بهتون توضیح بدم. خیلی جزئیات داره. من این اپلیکیشن رو یه جور طراحی کردم، مثلا البته یه بخش عمده‌ایش و مدیون نابغه هایی هستم که بچهای دانشگاه شریف، بچه‌هایی که تو آلمان به ما کمک کردن، بچه‌هایی که تو زمینه برنامه‌نویسیش به ما کمک کردن، بچه‌هایی که تو زمینه تحلیلش تک تک چیزایی که داره میاد تو اپلیکیشن، چه پروژه، چه راج سیگنال ها، چه همه اینا، یه تیم خیلی بزرگ پشتشه و فقط من نیستم و اینجا از همتون تشکر میکنم که تو این مسیر به من کمک کردید. حالا این جزئیات چیه؟ مثال براتون میزنم. من مثلا یه بخش پادکست گذاشتم که بچه‌ها اگر 1% انرژیشون تو مسیر تحلیل رفت، آقا مثلا طرف 1 ماه کار میکنه یه ذره خسته است، بیاد اینجا پادکست گوش بده انرژیش بره بالا. مثلا تو بخش کانال خبری یه بخشی براشون ایجاد کردم که تک تک اخبار بازار ارز دیجیتال رو براشون میذارم. مثلا پایینتر یه بخشی گذاشتم قیمت ارزهای مختلف رو در لحظه براشون میذارم. بچه‌هایی که تو مانی میکر هستن میدونن از اینا استفاده کردن و اتفاقی که رقم خورده چیه؟ آدما همه نیازاشون تو اپلیکیشن هست. برای اینکه به درآمد برسن حتی نیاز ندارن از اپلیکیشن بیرون بیان. برای همینه که من میگم آدما فقط کافیه روزی 2-3 ساعت تو اپلیکیشن مانی میکر زمان بذارن به درآمد $2000 قطعی برسن. بریم جلوتر باز راجع به جزئیاتش بیشتر صحبت کنیم. دوست دارم مثلا ببرمتون تو فضاش. کاش میتونستم رو گوشی تک تکتون همین الان نصب کنم ببینید اصلا چیه. مثلا تو بخش آموزش این آموزش‌های مختلفی که راجع به پروژه‌ها وجود داره میتونید بردارید استفاده کنید. مثلا تو بخش پادکست این پادکست‌های متفاوتی که وجود داره. مثلا تو بخش پروژه‌ها، پروژه یادتونه گفتم من پروژه‌ها رو براتون تو سطوح مختلف میذارم. مثلا برای کسی که کارمنده پروژه اختصاصی، برای کسی که کارآفرین پروژه اختصاصی، برای کسی که 2 ساعت تایم داره پروژه اختصاصی. به خاطر همین پروژه‌ها اینجوری دسته‌بندی شده، دونه دونه براتون میاد، برمی‌گردید ازشون استفاده می‌کنید. و بخش معامله گری و بخش ایردراپ، این جزئیاتیه که میگم برای سطوح مختلفه ها. یعنی حالا شما فایل اول راهنمای استفاده از مانی میکر رو ببینید متوجه میشید که شما هر کدومتون باید از کدوم پروژه استفاده کنید. این شکلی براتون پروژه میاد، آموزش، جزئیات و کلیک میکنی پروژه رو انجام میدی و تموم. یعنی هیچ نیازی نداری از این اپ بیای بیرون. یعنی همه چی دست هم شده تقدیم شماست. شما فقط باید زمان بذارید اجرا کنید و تو بخش‌های مختلفش. اینم بخش خدمت شما عرضم اقتصادی، بخش خبراست که براتون میذاریم و اینجا هم ارتباط با پشتیبانی دیگه. تو هر بخشی سوال داشته باشید و راجع به پروژه ها سوال داشته باشید میپرسید و ما جوابتون رو میدیم. اینجوریه که من میگم اپلیکیشن مانی میکر 3 تا کلیک. اینجوریه که اتفاقی که رقم خورده، حالا من زدم اسلاید بعدی رو دیدید، اتفاقی که رقم خورده اینه که کل جهان، کل وبسایت‌های خبری دنیا، چه تو ایران، چه تو دبی، چه تو آمریکا، وبسایت‌های مختلف میان و راجع به این اپلیکیشن با مصاحبه میکنن. شما میتونید حسام علی نژاد رو سرچ کنید تو گوگل، لاتین انگلیسیشو، میتونید خبرایی که راجع به ما و راجع به مانی میکر وجود داره رو ببینید. من چند تا از نمونه هایی که مصاحبه هایی که اخیراً کردیم رو براتون گذاشتم.
من 3 روز قبل وسط فکر کنم جلسه دوم دور رایگان بود، یه مصاحبه داشتم با مجله خلیج تایمز، یه مصاحبه داشتم با مجله فوربس. این مصاحبه هایی که مثلا میگم خلیج تایم، حالا خیلیاتون که فوربس رو میشناسید میتونید سرچ کنید ببینید، ولی مثلا خلیج تایم وبسایتیه که وبسایت دوم خبری دبی مهد اقتصاده و واقعا اونجا راجع به اپلیکیشنی صحبت میشه، راجع به کاری صحبت میشه که کار بزرگیه و برای همینه که میگم این اپلیکیشن و این اتفاق نه تنها افتخاریه برای من، بلکه افتخاریه برای تمام ایرانیا. من میرم این خبرها رو میخونم، میبینم اصلا احساسم اینه که من اینو ساختم، یه ایرانی اینو ساخته که تونسته اینقدر شرایط رو تغییر بده، عمیقا به خودم افتخار میکنم و این حاصل زحماتی که من این همه سال کشیدم. حالا من میخوام با هم بریم چند تا از نتایجی که اپلیکیشن مانی میکر رقم زده ببینیم. ما الان متوجه شدیم که اپلیکیشن خفنیه، کل وبسایت‌های خارجی راجعش صحبت کردن و افتخاریه برای ایرانی‌ها و واقعا یه معجزه است. حالا بریم با هم نتایجی که این اپلیکیشن رقم زده رو ببینیم. آدمایی که اومدن از اپلیکیشن مانی میکر استفاده کردن، نتیجه خلق کردن، اومدن با من مصاحبه کردن یا حالا وایس فرستادن، ویدیو فرستادن و بریم با هم ببینیم که بدونید چقدر میتونه یه اپلیکیشن تغییر تو زندگی آدما ایجاد بکنه. با چه مبلغی وارد این بازار شدی؟ میشه گفت 1-2 میلیون تومان. با 1-2 میلیون تومان من شروع کردم. بالاترین ریواردی که دیدم 70-80 هزار دلار بوده از یه پروژه. من با 3 تا دیوایس کار میکنم، هر دیوایس هم فکر کنم مولوش 4-5 هزار دلار هست. بگم اجازه بده چون هی تغییر میکنه دیگه این چیزا. در حال حاضر با قیمت الان 11,300 دلار. بزرگترین اشتباه همین بود که در شروع کار فقط پروژه های پولی رو سرمایه گذاری میکردن، در حالی که خیلی از درآمدایی هم که افراد دیگه داشتن از پروژه های رایگان هم بوده. من حدوداً 3 تا 4 ماه زمان گذاشتم که این دوره رو ببینم و بتونم پروژه رو انجام بدم. من پروژه های تستنت رو انجام میدم، ولی خب اوایل پروژه های رایگان انجام میدادم، ولی بعد که سرمایه جمع کردم تونستم که پروژه های پولی رو هم بگیرم. تقریباً 35,000 دلار. مسلماً هر دوره‌ای که شرکت میکنیم اولین چیزی که مد نظر ما اینه که دوره جامع باشه، کامل باشه، قدم به قدم باشه، منو رها نکنه وسط کار. قطعاً این دوره اونجوریه که از صفر با من استارت میزنه، پله پله منو میاره بالا و همیشه تیم پشتیبانی کمکیار من هست. اگر سوالی خارج از چارچوب برای من پیش اومد، هستن افرادی که توی تیم پشتیبانی به من کمک کنن. سلام. خیلی خسته نباشید بگم به استاد حسام علی نژاد عزیزم، به ناجی زندگی بنده اینجوری بگم خیلی خوب میشه. خواستم یه وایسی براشون ضبط کنم و یه خسته نباشید بگم و دوست دارم که خود استاد این وایس رو گوش بدن. شاید بتونم اندکی از زحماتی که برای ما و دانشجوهای مانی میکر کشیدن رو جبران کنم. بنده یکی از دانشجوهای مانی میکر استاد هستم و اینکه خب خیلی سخت اعتماد می‌کردم بابت اینکه ثبت نام کنم و اصلا اعتقادی به این کارا نداشتم. بنده شاغل اسنپ بودم و اینکه توی اسنپ کار می‌کردم، صبح ساعت تقریبا 7-8 میرفتم از خونه بیرون تا ساعت 10-11. مشکلات، زانوم به مشکل خورد، خیلی مشکلات بودش و از طرف دیگه ناامیدی که توی من ایجاد شده بود از وضعیت زندگی که داشتم و هیچ جوره نمیتونستم درستش کنم. ولی خب خدا رو شکر تونستم به واسطه یکی از دوستانم با استاد عزیزم ارتباط بگیرم و اینکه آشنا شدم و موقعی که با منتور مجموعتون صحبت کردم بابت ثبت نام اپلیکیشن مانی میکر، خیلی ترس داشتم و خیلی شک داشتم، ولی این راهو اومدم توش و مسیر درآمد دلاری خودم رو شروع کردم و خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، به لطف زحمات شما استاد عزیز تونستم که از یکی از پروژه هایی که به ما معرفی کردید و آموزشش رو به ما دادید که بتونیم انجام بدیم 3,800 دلار کسب درآمد کنم و خواستم اینو با شما به اشتراک بذارم،
چون من میدونم که شما چقدر زحمت کشیدید برای ما و چقدر برای ما ارزش قائل شدید. همه جوره ما رو ساپورت کردید، چه لحاظ پشتیبانی، چه لحاظ خیلی چیزای دیگه. و واقعا مثل یک معلم که 1000 بار ازشون چیزی بپرسن، هر مسئله ای رو بپرسن بازم توضیح میده و برای ما بازم توضیح دادید. خیلی خیلی ممنونم ازتون. من هر چیزی که الان توی زندگیم دارم، هر درآمدی که دارم، هر هوش مالی که دارم، فقط به خاطر شماست و خواستم یه خسته نباشید پرقدرت بگم که شاید بتونم اندکی از این زحماتی که برای ما کشیدید رو جبران کنم. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. تقریبا 35,000 دلار. 30,000 دلار خیلی عدد بزرگیه. توی این 3 ماه که تونستم 1000 دلار در بیارم، خودش یکی از بزرگترین هدفهای من. میدونم که الان با توجه به اینکه این ویدیوها رو تماشا کردید، خیلی از شما متوجه شدید که بچهای مانی میکر دارن چقدر پول در میارن. 2000 دلار، 4000 دلار، 5000 دلار، 10000 دلار، 20000 دلار، عددهاییه که بچهای مانی میکر همین الان دارن پول در میارن. و متوجه شدید که وقتی من میگم 2000 دلار کف پولیه که شما میتونید تو این فضا لمس کنید و پول در بیارید، یعنی چی؟ حالا این صحبت ها رو بچه‌ای که تو مانی میکر هستن احتمالاً من دیدم خیلیاشون چون دوست داشتن این اطلاعات و اطلاعات جدید و نوینی ما توی این فضا ارائه دادیم راجع به ذهنیت، راجع به باورها، خیلیشون این ویدیو رو دارن میبینن و اونایی که تو مانی میکر هستن حرفای منو خیلی راحت درک میکنن و میفهمن که آقا درآمد 5000 دلاری چقدر راحته. ولی برای یه سری آدمی که دارن مثلا ماهی 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون تو ایران در میارن، یه رویا و آرزو بزرگه. میگن با مگه میشه؟ آره میشه، خیلی دارن در میارن. نمونهش رو دیدید و این نمونه بسیار کوچیکیه از اون عددهایی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم، از اون آدمای زیادی که دارن این پولا رو در میارن. ما تو اپلیکیشن مانی میکر یه بخشی داریم که آدما میتونن نظرشون رو برای ما بنویسن و این توی بخش انتقادات پیشنهاداتیه که ارائه میشه. من شخصا میتونم اینا رو بخونم. کاش اون بخش نامه‌هاشو باز میکردم تک تکتون میدیدید. حیف خصوصیه و یه حریم شخصیه که برای آدماست، چون آیدیشون و شمارهشون اطلاعاتشون برای من میاد و فقط خودم به اون بخش دسترسی دارم. درآمد 5000 دلاری، 10000 دلاری و زندگی‌هایی که از بیخ تغییر کرده. و میدونم که شما این لحظه که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید تک تکتون سوالتون اینه که من چطور میتونم این اپلیکیشن رو داشته باشم؟ چطور میتونم منم به این درآمد برسم؟ هم تو دایرکت خیلی ازم خواستید، هم توی خدمت شما رزم پشتیبانی خیلی راجبش پیام دادید. الان میخوام بهتون بگم اصلا نگران نباشید. ما چطور میتونیم اپلیکیشن مانی میکر رو داشته باشیم و از این معجزه استفاده کنیم؟ ببینید، من ابتدای ویدیو هم گفتم خارج از ایران اپلیکیشن مانی میکر اکانت و اشتراک یک ماهش 500 دلاره و خیلی راحت آدما این عدد رو پرداخت میکنن، به خاطر اینکه اولا که عدد کوچیکیه برای این نفری که داره تو آمریکا زندگی میکنه، ماهی 3000 دلار تو بیسیک تر عدد کوچیکیه. دوما که میدونن چقدر میتونه شرطشون تغییر بده. خیلی هم ایرانیایی داریم که از خارج از ایران دارن این اپلیکیشن رو استفاده میکنن چون دوست دارن زبانش انگلیسی باشه. هر کدوم از شما هم خواستید بهمون پیام بدید براتون زبانشو، یعنی نسخه انگلیسیشو بهتون میدیم، ولی خب نسخه انگلیسیش 500 دلار، ولی چیزی که توش ارائه میشه همونه. ماهیانه 500 دلاره. هفته بعد من تو پیج اینستاگرامم میخوام یه جشنواره خیلی کوتاه بذارم برای آدمایی که اپلیکیشن مانی میکر رو میخوان، چون درخواست خیلی زیاده و خیلی اصلا تو این دوره رایگانه نیستن. و هفته بعد تو پیج ما اکانت 3 ماهش رو به آدما میدیم 7,900,000 تومان. بسیار عدد کوچیکیه، اما نکته که وجود داره اختصاصی برای شمایی که تو این دوره رایگان جادوی درآمد دلاری بودید، اختصاصی، یعنی این خبر بسیار ویژه‌ایه، اختصاصی برای شمایی که تو دوره رایگان جادوی درآمد دلاری بودید و ما تو این مدت با هم یه خانواده شدیم، لحظه لحظه‌مون خاطرهای مختلفی با هم ثبت کردیم و من هر روز پیاماتون رو خوندم، لذت بردم از حضورتون و خیلی شمایی که اینجایید آدم آگاه‌تری هستید نسبت به آدمای عادی که تو جامعه وجود دارن. اختصاصی برای شما قراره که اکانت 1 سالش 7,900,000 تومان تقدیم بشه. 7,900,000 تومان برای اکانت 1 ساله یعنی چی؟
یعنی کلاً $120. یعنی ماهانه $10 شما داری بابت اشتراک پرداخت میکنی. میدونی یعنی چی؟ یعنی تو ماهانه $10 داری میدی و ماهانه تو کفترین حالت ممکنش $2-3 هزار درآمدته. نکته موضوعی که دارم صحبت میکنم راجبش و اتفاق ویژه‌ای که دارم باهاتون راجبش صحبت میکنم اینجا خلاصه نمیشه. سورپرایزهای خفنی هم براتون تو راهه. حالا اون سورپرایزها چی هم؟ 2 تا آیفون 15 پرو مکس هدیه شماره 1، هدیه شماره 2، $10,000 برای 10 نفر از شما. این میشه هدیه شماره دوم ما. و هدیه شماره سوم ما 10 تا اکانت با اشتراک مادام العمر و بی‌نهایت برای اپلیکیشن مانی میکر. شد 3 تا هدیه. هدیه اول آیفون 15 پرو مکس 2 تا ببخشید $10,000 برای 10 نفر و 10 تا اکانت با اشتراک بی‌نهایت برای 10 نفر. و اینا بین کسایی که توی مانی میکر ثبت نام میکنن به عنوان هدیه و شیرینی تقدیم میشه. به خاطر اینکه این آدمایی بودن که بر آیندهشون امید و انگیزه داشتن. گوشی موبایل گذاشتیم به خاطر اینکه فقط گوشی موبایل نیاز دارید برای اینکه تو مانی میکر پول در بیارید. تا اینجا اینا هدیه است. و از اون مهمتر و جذابتر این که برای تک تک شمایی که قرار تو مانی میکر ثبت نام کنید $100 سرمایه اولیه بدون قید و شرط ارائه میشه و از اون جذابتر کارت گارانتی 1 ساله اپلیکیشن مانی میکر که ثبت شده است، مهر و امضای من و مجموعه منو داره. یعنی اتفاقی که رقم میزنه اینه که شما با خیال راحت ثبت نام میکنی و میدونی که قطعی قراره به اون درآمدی که میخوای برسی و تنها شرطی که من تو گارانتی ذکر کردم، تنها شرط اینه که آدما روزی 2 ساعت زمان بذارن تو اپلیکیشن. تنها شرط یعنی فقط 2 ساعت زمان میذاری، من قطعی میدونم که به درآمد مثبت $2,000 در ماه تو میرسی. این 3 تا و این برای همه شما. حالا این 3 تا و اینا رو چطور به دست بیارید؟ بچه هایی که از الان که دارم باهاتون صحبت میکنم تا فردا 12 شب تو اپلیکیشن مانی میکر ثبت نام میکنن، از الان تا 12 شب شانس 10 برابری دارن برای قرعه کشی آیفون و $10,000 و 10 تا اکانت مادام العمر. یعنی شما شانس 10 برابری داری برای دریافتشون. اون $100 و کارت گارانتی هم که برای همه شما هست. و این نکته جذاب بگم اینکه تو اون 2 تا آیفون شماره تماس شخصی خودم هم هست که اون 2 نفر با خودم ارتباط برقرار میکنن و خودم مسیر رو براشون پیش میبرم. خیلی هیجان انگیزتر میشه اون موبایل‌ها. حالا ما چطور تو مانی میکر ثبت نام کنیم، چطور اپلیکیشن مانی میکر رو داشته باشیم، چطور کارت گارانتی رو داشته باشیم، چطور اون $100 رو داشته باشیم، چطور 2 تا آیفون رو داشته باشیم، چطور اون $10,000، چطور اون 10 تا اکانت مادام العمر رو داشته باشیم. اسلاید بعد شما مبلغ 7,900,000 رو به یکی از این 2 تا شماره کارت واریز می‌کنید و برای پشتیبانیمون که آیدیشون رو زیر خدمت شماره زم این پست وجود داره ارسال میکنید. یعنی فیش واریزیتون به همراه اسم و فامیلتون برای یکی از این 2 تا شماره کارت اسکرین شات بگیرید. الان اسکرین شات بگیرید، 7,900 رو واریز میکنید به یکی از این 2 تا شماره کارت. اکانت 1 ساله مانی میکر رو دریافت میکنید با تمام این هدایا و $100 و شرایطی که براتون وجود داره. اتفاقی که رقم خورده و این شرایط بی‌نظیری که من براتون در نظر گرفتم فقط و فقط برای مردم ایرانه، فقط و فقط برای بچه‌هاییه که توی این دوره رایگان جادوی درآمد دلاری بودن. هیچ کدوم از اینا برای آدمایی که تو پیج اینستاگرام و خارج از ایران بودن وجود نخواهد داشت که یه آدمی بیاد اکانت 1 ساله اپلیکیشن به این فوق‌العاده‌ای رو با ماهی $10 دریافت کنه. یعنی این تمام اون چیزی بود که من میتونستم براتون در نظر بگیرم. واقعیت اینه که
هزینه سرور و اشتراک و تیم و تمام این تشکیلاتی که برای این اپلیکیشن در نظر گرفته شده یه جاهای بالاتر هم از این رقم میزنه، ولی این کاریه که من برای ایران، برای مردم و برای تک تک شما انجام دادم. به یکی از این شماره کارت و فیشتون رو ارسال کنید. و این نکته نهایی دوست دارم به همه شما بگم، اختتامیه این دوره رایگان جادوی درآمد دلاری. من اسم این دوره رایگان رو گذاشتم جادوی درآمد دلاری، جادوی بازار ارز دیجیتال، چون ایمان دارم، چون تحقیق کردم، چون دانششو دارم و مطمئنم که چند سال آینده این انقلاب میتونه زندگی آدمایی رو که الان شروع کردن و ازش استفاده میکنن تغییر بده. چه مانی میکر رو میخوای داشته باشی، این هدایا و اینا رو میخوای داشته باشی، ثبت نام کنی، چه نمیخوای، توصیه من به تو اینه که انقلاب کوین ها رو جدی بگیر، چون اگه جدیش نگیری زندگیت میخوره زمین، توی این موج غرق میشی و اگر جدیش بگیری و امروز شروع کنی و واردش بشی میتونه این بازار، میتونه این اپلیکیشن آینده تو رو تغییر بده. دوستتون دارم. ارادت.